شما هم احتمالاً ضرب المثل سحرخیز باش تا کامرو شوی رو شنیدین. اما آیا واقعاً انسان‌های سحرخیز نسبت به شب زنده‌داران برتری دارن؟ آیا توی این نبرد زمان به خواب رفتن دلیلی بر باهوشتر یا موفق‌تر بودن اونهاست؟ حقیقت تعجب آور اینه که ما تأثیر کمی روی عادات خواب خودمون داریم، چون که این موضوع وراثتیه. در واقع اگر شما یک شب زنده‌دار باشید، این خصوصیت رو احتمالاً از یکی از اجدادتون که اون هم شب زنده‌دار بوده به ارث بردین و از دیدگاه تکاملی هم این موضوع پذیرفته شده است. وجود افراد با الگوهای خواب متفاوت باعث میشه که یک گروه بتونه در طول شب و روز محافظت بهتری داشته باشه. به جای اینکه همه در یک زمان مشخص بخوابن، برخی افراد به طور طبیعی بیشتر بیدار میمونن و برخی هم زودتر از خواب بیدار میشن و مراقب حیوانات وحشی و دیگر خطرات احتمالی هستن. اما با در نظر گرفتن این موضوع که اغلب فعالیت‌های جوامع مدرن بین ساعات 9 صبح تا 5 بعد از ظهر اتفاق میفته، به نظر واضحه که شب زنده‌داران ضرر میکنن یا به عبارتی بهتره بگیم از قافله عقب میمونن. محققان اصطلاح عقب افتاده از اجتماع رو برای توصیف بیخوابی که خیلی ها برای وفق دادن خودشون با اجتماع مجبور هستن اون رو تجربه کنن ساختن. برای شب زنده‌دارها یا همون عقب افتاده از اجتماع مانند اینه که هر روز در محدوده زمانی دیگه‌ای زندگی میکنن. با در نظر گرفتن این موضوع که بیخوابی مزمن تأثیر مستقیم بر روی عملکرد مغز داره، تعجب آور نیست که مطالعات نشون میده که دانشجویان شب زنده‌دار معدل پایینتری دارن. لازم به ذکر نیست که سحرخیزها تمایل بیشتری به رفتارهای اجتماعی مثبت مثل فعال بودن و خوشبین بودن دارن و کمتر دچار افسردگی یا اعتیاد به سیگار یا الکل یا مواد غذایی میشن و ما میبینیم که این خصوصیات از نظر فیزیکی نیز در مغز ما وجود دارن، خصوصا ماده سفید که در مغز به ارتباط سلولهای عصبی کمک میکنن. شب زنده‌دارها به طور قابل ملاحظه‌ای ماده سفید کمتری در مغز خودشون دارن و در نتیجه راه‌های کمتری برای انتقال هورمون‌های نشاط‌آور مانند سروتونین و دوپامین در مغز اونها وجود داره. اما وضعیت برای شب زنده‌دارها اونقدر هم بد نیست. در حقیقت اونها معمولاً خلاق‌تر هستن، مهارت‌های شناختی بالاتری دارن و خطرپذیرتر هستن. چیزی که اونها در ماده سفید مغزشون کم دارن، یعنی دوپامین و سروتونین، در سطح هورمون کورتیزول جبران میشه. این هورمون استرس به شما کمک میکنه که بدنتون برای مقابله با خطر آماده بشه و این موضوع به رفتار ریسک پذیری شما مربوط میشه. مطالعات نشون دادن که این شرایط باعث ایجاد فرصت‌های بیشتر و موفقیت‌های اقتصادی میشه. علاوه بر این، اگرچه افراد سحرخیز به محض بیدار شدن انسان‌های پر انرژی تری هستن، اما در طول روز سریعتر از شب زنده‌دارها این انرژی رو از دست میدن. هر دو گروه 1 ساعت بعد از بیدار شدن در آزمایش زمان عکس‌العمل عملکرد یکسانی داشتن، اما بعد از 10 ساعت بیدار موندن شب زنده‌دارها به طور قابل ملاحظه‌ای عملکرد بهتری داشتن. ساعت بدن شما توسط تعداد زیادی از پروتئین‌ها که از ژن‌های مختلف در درون دی ساخته میشن تنظیم میشه. مطالعات حتی نشون داده که یک تغییر کوچیک در کد ژنتیکی در نزدیکی یک ژن به نام پریود 1 میتونه منجر به 1 ساعت تفاوت در زمان بیداری شما بشه. شاید غیر منطقی به نظر برسه، ولی دانشمندان به ارتباطی بین این ژن‌ها و ساعت مرگ افراد دست پیدا کردن. افرادی که زود از خواب بیدار میشن معمولاً حدود ساعت 11 صبح میمیرن، در حالی که شب زنده‌دارها معمولاً ساعت 6 عصر از دنیا میرن. خب نوجوان‌ها چطور؟ درسته که اونها اغلب به خاطر تغییرات هورمونی دوران بلوغ شب زنده‌دار هستن، اما به مرور تأثیر اون کم رنگ شده و با ورود به دوران بزرگسالی به سمت پیش‌فرض ژنتیکی خودشون میرن. بنابراین در حالی که امکان موفق بودن افراد سحرخیز بیشتره، شب زنده‌دارها در زندگی چندان عقب نیستن. اونا فقط از نظر زمانی کمی عقب هستن.